چرا زدیش؟ حقش. چرا حقش بود؟ چیکار کرده بود مگه؟ یکی دختر 7 ساله شما رو کتک بزنه هیچی بهش نمیگی؟ دست این آقا رو نگاه کنین، دختر من صورتش انقدره، با دستش زده زیر گوش دخترم، جاش مونده. مگه میشه؟ چرا دروغ میگی؟ من دروغ میگم مردی که. پس اون دختر مهربونی که زده گلدون شکسته شمایی؟ نه من داشتم دریا بازی میگردم یا که من گلدون افتاد. اصلا خیلی هم خوب، خیلی هم عالی. اصلا باید گلدون میشکسته. نه گریه نکن. برو از دادگاه بیرون، حکمتو میدم برات بیارم. برو بیرون از دادگاه. ببین آقای سولت وایسا، یه سری چیزا تو دنیا هست هیچ قانونی براش وجود نداره، ربط داره به وجدان. من نمیدونم شما سررشته داری راجبش یا نداری. حرف نزن. از دادگاه بیرون میدم، حکمتو برات بیارم. برو بیرون.